آمریکایی‌ها نشستن روی کاغذ دارن نقشه جهان رو تغییر میدن، البته فقط روی کاغذ، در واقعیت هیچ گونه واقعیتی نداره. درباره ما هم نظر میدن، حرف میزنن، اظهار نظر میکنن، تهدید میکنن. ما اگر تهدیدمون بکنن تهدیدشون میکنیم، اگر این تهدید رو عملی کنن ما هم تهدید رو عملی میکنیم. اگر به امنیت ملت ما تعرض کنن ما هم به امنیت اونها تعرض خواهیم کرد بدون تردید. این رفتار فرا گرفته از قرآن و دستور اسلامه و این وظیفه است که بر عهده ماست. امیدواریم خدای متعال ما را در انجام وظایفمون موفق بداره.